مراجع شیعه مردمی یا چپاولگر؟ الحمدلله مرجعیت شیعه از روز اول مستقل بودن، بلکه دولت‌ها از مراجع استفاده می‌کردند. من حتی یک روز خدمت حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی بودم، یک جمله زمان دولت آقای خاتمی بود، گفت بارها شده برای شما عرض کنم استاندار قوم یا بعضی از وزرا میان پیش ما، از ما کمک مالی میگیرن برای بعضی از کارهای خلاصه مشکلات مالی که دولت داره. نه تنها مراجع ما جیره‌خوار دولت نیستن، حقوق بگیر دولت نیستن، بلکه کمک به دولت هم میکنن، برخلاف مفتیان سعودی که جیره‌خوار هستن. اگر یک جمله کوچیکی علیه حکومت بزنن دیگه اون حقوقشون قطع بشه، دیگه از گرسنگی باید بمیرن. بینندگان عزیز، اکنون بیایید با هم به سخنان آقای عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، سخنگو و دبیر هیئت امنای خانه صنعتکاران ایران و رئیس دفتر مطالعات زیربنایی در مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم را گوش دهیم تا مشخص شود که حضرات مراجع مردمی بودند یا چپاولگر. خلاصه دیگه آقایی اومده و تحقیق سرش معلول جسمی گفتم من با این مؤسسه توانبخشی بزنم که پسر من تو دل اون مؤسسه توانبخشی مورد حمایت قرار گرفتن، دست خودم ساپورتش کنم اون مؤسسه رو. 100 تا 200 تا 300 تا آدم رو که اونجا نگهداری کنم معلول رو، پسر من جزو اونها باشه. گفتم باشه خوب به درد میاد. مؤسسه که صرف کرده و کارش رو اصلاح کرده، اون آینده مهمزین رو ساپورت نیازه. خب نمیتونی که از شروع مقابل قرض کنی از نظام رو کمک. خب چه کمکی کنیم؟ فلان معدن و معدن بهبید سنگ مرمر بهبید فارس رو بدید به مؤسسه تمام. این سنگ مرمر بهترین سنگ مرمر دنیاست. منابع انفعال جمهوری اسلامی رو بدید به شما بردارید. این معامله انجام شده و این معدن رو به این آقا واگذار کرد. دوباره بس همش آقا این کافی نیست. معدن نمیدونم کاملا زنجان رو بدید به ما. 4 تا داماد پیدا کردیم، 4 تا معدن برای یه آقایی از علما گرفتیم که مردم روشش هم نماز میکنن متاسفانه. یه اجازه بدید اسم نمیشه بعضی ها مثلا بالاخره خب باشه من چند تا موردش رو بهتون میگم. ایشون که از یادم آقای امامی باشنی استاد اخلاق و منچه و شبان مسائلی میشنست. اصلا خدمتون که رفتیم جلوتر دیدیم که یه دانشکده‌ای رو رفتن از آقا نظام رهبری اجازه‌شو گرفتن که برای خواهرها و دانشکده علوم غذایی میخوام بزنیم تو قوم. و چیز خوبیه خواهران تو غذا حضور داشته باشن. اگر متهمی از خواهر بردن خواهر مثل را باش باز رویشون رو باز بردن این حرفا اینطوره. خلاصه نظر آقای گرفته این دانشکده تأسیس بشه. آقا استقبال کردن و از مجوز سلول ناشر دستورش داد. مؤسسین ایرانی شده پیدا فاصله با ما گرفتن مجوز رفتن به عنوان ساپورتر مالیش. جناب آقای نقزاده محبت فرمایید در جهت حمایت از تأسیس این دانشکده کارخانه لاستیک بنام و سازشناسی روی جهت این دانشکده. یادم کاشانسای نعمت‌زاده کاشانسای رسمی دادگستری که خب بالاخره یه جوری کاشانسای دادگستری از این عاملی که در واقع صاحبان مؤسسین این دانشکده خودشون رو نامگذاری کرده بودن چون این دستگاه قضا دخیل بودن با کاشانسای رسمی دادگستری هم میتونستن که قیمتی بزنن که مثلا بین هر واقع قدمات قیمتی میزنن که خوشحال نمیشه. زدن 126 میلیارد
در صورتی که ما معتقدیم 600 میلیارد هم بالاتر بود. تازه 126 میلیارد چیا توش نزدن؟ ویلاهاشو تو شمال رو نزدن، اصلا تو آمار نیاوردن. زمین‌های شیراز رو تو آمار نیاوردن، باقاتشو. از صورت پول نقد داخل حسابشون رو تو بانک تو آمار نیاوردن. 126 میلیارد دادن بزرگی. خب این مثل افسر ناصر کلمان‌ها این آقای یزدی، آقای محمد یزدی و آقای محمد علی شرعی نماینده از خبرگان استان قم. یزدی میز عمومی رضاییه در زمان تصدی خودش. مجددا آقای یزدی برمی‌گرده می‌نویسه که جناب آقای فروزش حمیدمون بیکار است. ترتیبی اتفاق فرمایید تا از جنگل‌های شما جهت صادرات چوب بهره نمیاد. آقای حمید و آقای یزدی پسر آقای یزدی بود، این کل عهده گرفته عهده ارزانی بود اون مقطع. و جنگل‌های شما رو تاراج بردن و رفتن. اینا خودمون میاد دستا قضیه اعلام می‌کنن تمام اوضاع ما اینو ماشین می‌گیریم، ماشین پنشیبر می‌گیریم به اصلاح قیمت. اون چجوری اون ماشین کارشناسی ما دوست داریم تشخیص میدیم که رشته ایدوهتمانی بدیم ما آماده 89 تومن 10 خب اون بعد چون نمیده بخاطر میخوان ماشین داشته باشه قیمت ارز ماشین رو واگذار میکنن به این برای بعد سبسیده یه سری هست هم قطاراشون دارن یک شما ما چی؟ ما اینجا بریم به ما هم بده و الان ما مثلا مونده آنالیزمانش کنیم فلانش کنیم و میره تحت عنوان‌های مختلف مثلا بنیاد نهج البلاغه 500 دستا بهش میداد دومی میبینیم بعدش میبینیم آقا مثلا بده بردار فلان دارم 500 بعد دیگه بشه اونی بنیاد نهج البلاغه کی هست؟ علی اشکر ناطق نوری حسین دین‌پرور معزی اسکرالانی رفیق دوست یا مثلا میگه مثلا باشار پرسپولیس که آقای آبدینی 2000 دستاشون میگه در این دو سه اینا میگیم بنیان همگرایی اندیشه کیه آقای فلاح اینا آقای علمای خدا آقای کسی تعاونی وزارت کشور 2000 دستا سرمایه هوا و فضای وزارت دفاع به نام برد آقایش از اینجا شروزه ندارم موشکی کروز به نام برد یه 20 تا مجموعه بزرگ رو تعداد بسیار زیادی از این ماشین ها رو آوردن کدوم ماشین ها؟ شما کارشناسی؟ نه به اسم کارشناسی شروعش با ماشین های کارشناسی یه ذره ایراد دار وارد شد بعد ماشین 3 کیلومتر رو بردن میدونن به آقایون به اسم کارشناسی جالبه بدونیم 8 میلیون میلیون گونه‌ات نگرفتن از دم قسط باید جالبه بدونیم که چون اینا بینامشون میشد دوستا رسیدن دیگه براش هم نمیدادن من از موارد اینها وقتی که میگیرم زیاده مثلا معدن زغال سنگ طبس 12 تا بزرگترین معادن توی استان خراسان توسط آقای واعظ طبسی میدونم المکاسب پرونده المکاسب و آقای پسر آقای واعظ طبسی عباس تحریزاده نمیدونم اون ماشین زده با اون یعنی چی 1100 تا پرونده قاچاق داره بده آقای عباس داری بده برای چی باید هنوز آزاد باشه چون که آقای واعظ نمیدونی باششه کافیه و میلیاردها دلار از محل عدم پرداخت علامت خزانه دولت منافع بردن و ما در اینجا ماشین دیگر رو مردم تحریم دادن و بدون که عوارضی پرداخت یکی از مواردی بود که به خانواده آقای هاشمی برمیاد من صورت خدمتتون که از پارک جنگلی چیتگر تهران از 1/3 جزیره کیش از چه بدونم کجا رو بیان آمد
این شما فقط ببینید استرد فائزه خانم، استرد اسرار فائزه خانم فقط روزی 100,000 تومان پول هندونه هاش میشه و شرکت نفتی که با امر خانم زده بودن با خواهر آقای هاشمی زنجیره نفتی تو کانادا می‌بینید از هر کدومش رو بخوام بگم مثلا 100,000 سود بشه، هر کدومش رو وارد بشید بهش ناراحت کننده مشمئز کننده است. من میخوام بگم که اینقدر سطح جسارت اینها بالا رفته که به اصطلاح رسما خطا می‌کنن. حالا میخواد خطای مالی باشه، میخواد خطای اخلاقی باشه. ببین آقای مهدی آقای هاشمی، مثلا وسطی آقای هاشمی رئیس سازمان بهینه‌سازی سوخت کشور، ایشون ببخشید خواهرام اینجا هستم من با این نفس رو کار می‌برم، خوشگل‌ترین دخترهای تهران رو جمع کرد تو سازمان بهینه‌سازی و هر بهره برداری که مد نظرش بود از اون کرد. فیلمی توسط مسئولین از رسول اتاقش از حراست بعدا اومد بود و دولت آقای احمد نژاد اون خانم را شکایت کرد و اون فیلم اومد بیرون و تو اون فیلم تجربه‌ای رو نشون میده که وحشتناک آدم بخواد دربارش حرف بزنه. جالب اینجاست که خود آیت الله قزوینی چندی قبل اقرار کردند که علمای عربستان مردمی هستند برخلاف مراجع شیعه. با هم بشنویم. خب ایشون شب‌های چهارشنبه میاد کنار بیت الله الحرام، اونجا حدود 2 ساعت برای مردم صحبت میکرد و پاسخ به سوالات داشت. اتفاقا یکی از اساتید بزرگوار حوزه اونجا بود. گفتم آقا یاد بگیرید از اینها، مفتی اعظم بالاترین مقام علمیشون هست، در حقیقت آیت الله العظماشون هست، مرجع عالی قدر جهان وهابیتشون هست، آمده کنار مردم نشسته 1 ساعت نیم 2 ساعت نیم ساعت صحبت میکنه، 1 ساعت مردم سوال دارن مینویسن، منشیشون میاد پشت تریبون میخوانه، حدود 30,000 40,000 جمعیت اطراف بیت الله الحرام دارن صدای این رو میشنون. ما در حوزه علمیه با اساتید درجه 3 و 4 اگر کسی بخواد تماس برقرار کنه، دیداری داشته باشه، باید هزار خان رستم را رد کنه.